توی این ویدیو میخوام باهاتون راجع به ویژگی‌های اصلی امتحانات شفاهی توی ایتالیا توی دانشگاه صحبت کنم و اینکه بگم چه نکته‌ای باید رعایت کنید تا اینکه بتونید این امتحانا رو با موفقیت پشت سر بذارید. سلام بچه‌ها، رومینا هستم و به کانال یوتیوب من خوش اومدید. توی این ویدیو میخوام باهاتون راجع به 8 سال تجربه که تو 2 دوره کارشناسی و یک دوره کارشناسی ارشد هستش صحبت کنم و اینکه این تجربه‌های حاصل بیش از 50 بار امتحان شفاهی دادنه و میتونم بگم که تقریبا همه امتحانات رو من دفعه اول قبول شدم و تنها یک امتحان بوده که من مجبور شدم برای بار دوم امتحان بدم. برام امتحان بافشناسی بود یا هیستولوژی و اونم که بار دوم رفتم امتحان دادم و قبول شدم. خب اول از همه صحبت کنیم راجع به امتحانات شفاهی تو ایتالیا چه شکلی هستن. شما میدونید که نمره توی ایتالیا از 18 تا 30 هستش و معمولا 99% استادا وقتی که میرید سر امتحان ازتون 3 تا سوال اصلی میپرسن و اگه بتونید از پس این 3 تا سوال بر بیاید و دیگه خیلی کارتون درست باشه یه سوال چهارم میپرسن تا به شما نمره لود همون ترنتو لود رو بهتون بدن که خیلی هم واقعا کیف میده. خب اینو در نظر داشته باشین که وقتی که شما میرید برای امتحانات شفاهی ممکنه توی لیست انتظار طولانی باشید، به خاطر اینکه ممکنه تعداد افرادی که تو اون اپل یا کال شرکت کرده باشن زیاد باشه، به اسم فامیلی شما بستگی داره که کجای الفابت هستش و خلاصه به تعدادتون بستگی داره. ممکنه ساعت 8 برید دانشگاه و ساعت 2-3 بعد از اون نوبت شما بشه برای امتحان. اما کار مفیدی که باید تو این چند ساعت بکنید چیه؟ اینه که برید تا اونجایی که امکانش هست. تجربه به من میگه که نزدیک استاد و دانشجوها بشینید، اونایی که دارن امتحان میدن و گوش کنید ببینید چه سوالایی داره استاد ازشون میپرسه و اینکه خلاصه ببینید مزه دهن استاد چیه و بچه‌ها چه جوری جواب میدن و از چه جور جواب دادنی استاد خوشش میاد. وقتی که شما تعداد ساعت‌های طولانی به این مکالمه‌ها گوش میدید و نوبت خودتون میرسه، بخوای نخوای یه سری سوالات تکرار میشه و ممکنه خیلی خوش شانس باشید و یه سری سوالا واسهتون همون سوالی که شنیدین واسهتون تکرار بشه توی امتحان. اتفاقی که خیلی اوقات برای من افتاده. و اینکه شما میدونید که تعداد کال ها اپلایی که میتونید برید امتحان بدین توی دانشگاه ایتالیا به بی‌نهایت میل میکنه، ولی خب پیشنهاد من اینه که واقعا یک بار یا 2 بار برای امتحان خیلی خوب بخونید، ای برید دفعه اول پاس کنید و ببندینش و اگه نشد حتما دفعه دوم جمعش کنید. حالا ببینید نکته‌هایی که باید انجام بدیم برای که از پس امتحان شفاهی بر بیایم چیا هستن. نکته اول اینه که به نظر من باید حداقل روی 70% مطالب شما تسلط داشته باشید، چون همونطور که اول بهتون گفتم 3 تا سوال از شما میپرسن. شما اگه از پس سوال اول برنیاد باید بدونید از پس سوال دوم و سوم به طور نسبی بر بیاد یا اینکه یه تسلط تقریبا نسبی داشته باشید. در غیر این صورت خیلی سخته که بتونید قبول بشید یا اینکه بتونید نمره خیلی خوبی توی این امتحان بگیرید. حالا 18 که نه، ولی خب مثلا 25-26 بتونید بگیرید. و اینکه وقتی که شما دارید برای امتحان میخونید حتما مطالب رو خلاصه کنید و اون رو به زبان ساده خودتون برگردونید، به خاطر اینکه وقتی شما دارید به زبان دوم و سومتون امتحان میدید خیلی عادی و نرماله که خیلی از لغات قلمبه سلمبه یا یه سری از لغات تکنیکی رو بلد نیستید و شاید همون موقع خیلی روون روی زبانتون نیاد. واسه همین حتما مطالبی که فهمیدین رو به زبان ساده خودتون برگردونید تا اون رو به صورت خیلی واضح و روشن تحویل استاد بدید. و نکته دوم چیه؟ اینکه حتما سر امتحان شفاهی خیلی تمیز و آراسته، خلاصه ترتمیز و مرتب برید حاضر بشید. چرا؟ به خاطر اینکه وقتی که شما میرید جلوی استاد میشینید و مرتب و تمیز هستید با یه تیپ ساده و تقریبا رسمی، نه حالا تیپ عروسی، دارید این مسیج و این پیام بهش میدین که من برای شما، برای امتحان شما، برای این وقت ارزش قائل بودم و از همه جهات خودم رو برای این امتحان آماده کردم و خلاصه این ایتالیا بهش میگن آرت دی ساپروندرس، اینکه بدونید خودتون رو چجوری غالب کنید به استاد. یه 20% امتحان شفاهی راهشو رفتید. و نکته سوم اینه که وقتی ازتون سوالی میپرسن که شما اون رو نفهمیدید، شروع نکنید تو در دیوار صحبت کردن. خیلی راحت به استاد بگید استاد میشه یک بار دیگه این سوالو برای من تکرار کنید، یا اگه جوابشو نمیدونید بهش بگید میتونید سوالو عوض کنید، و یا اینکه اون جواب میدونید ولی یه قسمتی از جواب میدونید، حتما شروع کنید از اون چیزی که میدونید صحبت کنید و توی صحبتاتون چند تا کلمه، چند تا لینک بزنید به یه سری آرگومنت هایی که توش تسلط دارید، به خاطر اینکه به طور ناخودآگاه اینطوری مکالمه رو هدایت میکنید به سمت چیزایی که شما بیشتر ازش میدونید و احتمالی که قبول بشید و با نمره خوبی از اون امتحان بیاید بالا خیلی بالاتر میره. نکته چهارم اینه که حتما بچه‌ها توی کلاس‌ها شرکت کنید. شرکت کردن توی کلاس‌ها صرف این نیستش که استاد خیلی خوب درس میده شما می‌خواید برید مطالب رو یاد بگیرید. نه، خب خیلی آخه میگن ما از روی کتاب میخونیم و از جزوه میخونیم و اصلا لازم نیست بریم سر کلاس. در واقع هدف اصلی شما از سر کلاس رفتن
مخصوصا توی یکی دو ماه اول یا حتی یک سال اول نباید خیلی یاد گرفتن از استاد باشه، چون ممکنه خیلی اوقات خیلی از کلمه‌های جدید رو نفهمید یا اینکه اصلا از کل کلاس فقط 20% 10%ش رو بفهمید. اتفاقی که برای منم میافتاد. شما میرید سر کلاس شرکت میکنید برای اینکه به نتورک سازی خودتون کمک کنید، برای اینکه میرید که چهره شما به خاطر استادتون باشه که وقتی که توی امتحان میرین ببینه این اوکی این دانشجو خیلی فعالانه شرکت کرده. ممکنه کورس شما 150 نفر باشه ولی خب اشکالی نداره شما برید ردیفای جلو بشین، فعالانه گوش بدید، سوال بپرسید، خلاصه نشون بدین که براتون مهمه اون درس. و حتما خیلی استادای زیادی هستن که ارزش میذارن به اینکه استاد بچه‌ها میان شرکت میکنن و گوش میدن به حرفاشون سر کلاس. و پیشنهاد آخرم اینه که حتما از بچه‌هایی که زبر و زرنگ‌ترن که خیلی راحت میتونید شناساییشون کنین چون تقریبا مشخصن بچه خرخونه توی هر کلاسی، برید ازشون بخواین که روزهای قبل از امتحان واسهتون ریپتره کنن، چون ایتالیایی‌ها خیلی عادت دارن روزهای قبل از امتحان شفوی بیان مطالب رو تکرار کنن، بلند تکرار کنن. شما ازشون بخواین که اون مطالب رو واسه شما تکرار کنن. اینطوری همین که یه سری مطالب اصلی که یک بار دوره میکنین، اگه حافظه شنوایی خوبی داشته باشید میتونید اون مطالب رو به خاطر بسپارید و اینکه سوالی داشته باشید بتونید از اون بپرسید و اونها هم این کارو خیلی دوست دارن، چون در واقع شما یه جوری تو نقش پروفسور میرید و ازشون یه سری سوالا میپرسید، اونها هم یه سری به فکر فرو میرن و خلاصه خیلی با این قضیه و با این متد حال میکنن. من خودم شخصا دوره کارشناسی اولم خیلی از امتحانامو اثر با دوستم همینطوری با این روش رفتیم که اون تکرار میکرد، من گوش میکردم، ازش سوال میپرسیدم، بعد خودم اون چیزایی که یاد گرفته بودم و به زبان ساده برمیگردوندم، میرفتم امتحان میدادم و واقعا نمره‌های خیلی خوب میگرفتم. تقریبا میانگین نمره‌ام از 26 27 به بالا بود. و اینکه اگه شما همه این موارد رو رعایت کردید، رفتید امتحان دادید و قبول نشدید، خب به نظر من اینجا سه تا پاسیبیلیتی دارین. یکی اینکه اولا که خب شما درست حسابی درس نخونید بچه‌ها، در این صورت چاره‌ای نیست، بعد برید درست بخونید و برگردید. گزینه دوم اینه که شما قلق اون امتحان یا پروفسور متوجه نشدید. یعنی چی؟ ببینید گاهی اوقات یه سری امتحانا هستن مثلا که تعداد واحدشون زیاده، 6 واحده، 9 واحده و مثلا بعد یه کتاب 1000 صفحه‌ای رو بخونید. خب امکان نداره شما حضور ذهن رو تمام این صفحات داشته باشید که یه جا برید اینا رو تحویل بدید. خب اون جور مواقع باید برین از استاد یا بچه‌ای که خیلی خوب پیگیری کردن بپرسید مطالب اصلی این درس چیه؟ تو کجا باید تمرکزتون رو بذارید و حتما اون سوالای اصلی رو بخونید. به خاطر اینکه مثلا یه سری از استادا هستن 10 تا سوال رو فیکس و ثابت میپرسن. حالا شما کلی هم 1000 صفحه رو خونده باشید و این 10 تا مطلب رو اسکیپ کرده باشید. خب اگه جواب سوالو ندونید امتحان قبول نمیشید. و نکته آخر که خیلی کم پیش میاد ولی خب پیش میاد، برای من شخصا پیش نیومده ولی دیدم خود بچهای ایتالیایی که با استادای ایتالیایی امتحان دادن و استاد با قیافشون حال نکرده، در این صورت واقعا هیچ کاری نمیتونید بکنید. میتونید برید دفعه دوم برگردید، آماده تر باشید و اینکه اون امتحان دفعه دوم بدین و امیدوار باشین که اون امتحان رو پاس کنید. بازم تکرار میکنم این مورد خیلی خاصه و واقعا خیلی کم پیش میاد، ولی اگه پیش اومد فکر نکنید که فقط برای شما پیش اومده یا اینکه خارجی هستید و واسهتون پیش اومده، خیلی اوقات واسه خود بچهای ایتالیایی هم پیش میاد. امیدوارم که این نکته‌ای که گفتم به دردتون خورده باشه. حتما اگه فکر می‌کنید مفیده با دوستاتون به اشتراک بذارید، این کانال رو سابسکرایب کنید و ویدیوی من رو لایک کنید. تا ویدیوی بعدی، خدا حافظ.